اگر بعد از گذشت یه مدتی از رابطه دیگه اون شور و هیجان اولیه رو نداشت، لزوما علتش تکراری شدن طرفین نیست. گاهی علتش خشم‌هاییه که سرکوب شده. واقعیت اینه که ما با کسی که ته دلمون ازش پر از خشم و دلخوریه نمیتونیم به قشنگی روزایی که دلمون براش پر میکشید رابطه جنسی داشته باشیم. نمیتونیم بهش نزدیک بشیم و بدنمون رو در اختیارش قرار بدیم. وقتی دعواها هنوز حل نشده مونده، وقتی حرفها قورت داده شده، وقتی رنجها پشت لبخندهای الکی قایم شدن، آره ممکنه از دست هم عصبانی باشین و بارها و بارها هم با هم رابطه برقرار کرده باشیم و فکر کنید که خب همه چی حل شده. ولی اگر خشمی این وسط سرکوب شده باشه و حتی در موردش گفتگو هم نشده، هرگز انتظار شور و هیجان روزهای اول رو نداشته باشیم. نه چون تکراری شدین و عادی شدین برای همدیگه، فقط چون زخم‌ها نادیده گرفته شدن و هیچ گفتگویی در موردش انجام نشده. حقیقتاً گفتگو همیشه معجزه میکنه. پس برای داشتن شور و هیجان همیشگی در رابطه هاتون حتما در مورد مسائلتون با همدیگه گفتگو داشته باشین.